بنی اسرائیل در دوران موسی علیه السلام دچار خشکسالی شدند. مردم به نزد موسی آمدند و گفتند: ای پیامبر الله، نزد الله برای من دعا کن تا باران نصیب ما کند. موسی علیه السلام فرمود: پروردگارا، باران خود را بر ما نازل کن و رحمتت را بر ما فرو ریزان. ما را به سبب کودکان شیرخواره و حیوانات و پیران رحم بفرما. حضرت موسی علیه السلام این دعا را کرد، اما آسمان بی ابرتر شد و خورشید داغ‌تر. موسی علیه السلام باز گفت: خداوندا، بر بالای من باران نازل بفرما. الله متعال فرمود: چگونه به شما باران عطا کنم در حالی که میان شما بنده است که 40 سال با گناهان با من مبارزه می کند. میان مردم نداده تا او از میانتان برود، چرا که به سبب او باران را از شما منع داشته. موسی در میان قوم خود چنین فریاد زد: ای بنده گناهکار، ای آن که 40 سال با گناه و جنگ پروردگار رفته ای، از میان ما برو که به سبب تو از باران منع شده ایم. آن بنده گناهکار بر راست و چپ خود نگاه کرد، ندید کسی از میان جمع بیرون رود و دانست آن بنده گناهکار خود اوست. با خود گفت: اگر از میان این همه مردم بیرون روم، میان همه بنی اسرائیل رسوا می شوم و اگر میانشان بمانم، به سبب من از باران محروم می شوند. پس سرافکنده شد و اشک ریخت، سر خود را در جامه اش فرو برد و بر کارهای گذشته اش پشیمان شد و گفت: الهی، پروردگار من، 40 سال گناه کردم و معصیتت را کردم، اما تو به من مهلت دادی. اکنون مطیع و فرمان بردار به درگاه تو آمدم، مرا بپذیر. و همچنان به درگاه الهی ناله و زاری می کرد. هنوز دعاش به پایان نرسیده بود که ابر سفید آشکار شد و چنان بارید که گویا از دهانه دیگ‌ها آب فرو می‌ریخت. موسی علیه السلام تعجب کرد و گفت: پروردگارا، به ما باران عطا نمودی در حالی که هیچ کس از میان ما بیرون نرفت. الله متعال فرمود: ای موسی، به سبب همان کسی که باران را از شما منع کرده بودم، به شما باران عطا کردم. موسی گفت: الهی، این بنده مطیع را برای من نشان شده. الله متعال فرمود: من در حالی که معصیتم می کرد رسوایش نکردم، اکنون که اطاعتم نمود رسوایش کنم. پایان داستان. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.